سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به پارت 4 آموزش زبان با ریک اند مورتی. امیدوارم پارت های قبلی بهتون کمک کرده باشه تا زبانتون رو تقویت کنید. پس اگر اینطوره لطفاً کانال ما رو اول سابسکرایب کنید و بعد بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. Oh, Morty, take a deep breath. Breathe that fresh air in, Morty. You smell that? That's the smell of adventure, Morty. Breathe that fresh air in مورتی، یعنی هوای تازه رو بده تو مورتی، هوای تازه رو تنفس کن. Breathe به معنای نفس کشیدنه یا تنفس کردن. Breath به معنای نفسه. پس چی شد؟ Breathe یعنی تنفس یا نفس کشیدن. Breath یعنی نفس. Fresh به معنای تازه است. You smell that یعنی بو رو حس می کنی. Smell به معنای بوه. That's the smell of adventure, مورتی. Adventure به معنای ماجراجوییه. یعنی میگه که این بوی ماجراجوییه مورتی. ترکیب smell of یعنی این که مثلا بوی این چیزو میده. مثلا بوی بارون که از همه معروف تره میگن the smell of rain، بوی بارون. یا مثلا the smell of success، بوی موفقیت. smell of برای اینه که مثلا بوی این چیزو میده. That's the smell of a whole different evolutionary timeline. That's the smell of whole different evolutionary timeline. یعنی این بوی یه خط زمانی تکامل یافته است. کاملا متفاوته. یک کلمه whole وقتی مثلا استفادهش میکنه میگه a whole different، یعنی کاملا متفاوت. در واقع همون a different معنی رو میرسونه، میگه متفاوت، ولی a whole different یه تأکید بیشتری روش گذاشته. evolutionary به معنای تکاملی یا کامل شده است. تایملاین هم به معنای خط زمانیه. Rick, look, how much longer is this gonna be? Shouldn't I be back at school by now? All right, Rick. یعنی باشه ریک، خیلی خوب ریک. Look how much longer is this gonna be. یعنی این قراره چقدر دیگه طول بکشه، چقدر دیگه ادامه پیدا بکنه. How much برای پرسیدن چقدره، ولی مثلا چقدری که نمیشه شمرد، غیر قابل شمارشه. اگر میشد بشماری که مثلا از how many استفاده میکنی. اینجا میگه how much در مورد تایم میخواد صحبت کنه. How much longer. Longer به معنای طول کشیدن، به معنای ادامه داشتنه. Is this gonna be یعنی قراره که طول بکشه. gonna در واقع همون شکل محاوره‌ای going toه، به معنای اینکه قراره تو آینده این اتفاق بیفته. Shouldn't I be back at school by now؟ یعنی نباید تا حالا برمیگشتم مدرسه. Shouldn't موقعی ما میاریم اول جمله ازش استفاده میکنیم که مثلا میخوایم بگیم این کار باید تا الان انجام میشد ولی نشده، نباید مثلا تا الان انجام میشد. Shouldn't. I be back یعنی اینکه نباید تا حالا برمیگشتم یا برگشته باشم. By now یعنی تا حالا، تا همین الان. You joking me? I mean, look at all the crazy crap surrounding us. I mean, look at that thing right there. Are you joking me؟ یعنی داری منو مسخره میکنی؟ داری با هم شوخی میکنی؟ Are you joking me یه ساختار دیگه هم داره، احتمالاً خیلیاتون شنیده باشید تا الان. میگه Are you kidding me؟ یعنی داری با هم شوخی میکنی؟ زمان جملهش هم که خب معلومه دیگه، طبق اون چیزی که ما قبلا گفتیم، چون افعال to be با ing اومده برای زمان حال استمراری ازش استفاده شده. یعنی چیزی که همین الان در جریان او داره اتفاق میفته. جا are you kidding me خیلی معروف تره، مطمئنا خیلی جا بیشتر میشنید که میگن are you kidding me، داری منو مسخره میکنی، داری با هم شوخی میکنی. حالا انواع دیگه هم داره ها، ولی اینا دیگه خیلی غیر رسمی اصلا نیست، معمولا نمیگنش. مثلا میگن you gotta be kidding me یعنی احتمالاً داری شوخی میکنی با هم، یا is this a joke این یه شوخیه. I mean look at all the crazy crap surrounding us یعنی منظورم اینه که به همه چیزای دیوانه‌وار، به همه چیزای دیوانه کننده‌ای که دور و بر ما هست نگاه کن.
crazy crap یعنی چیزای دیوانه‌وار، مزخرفای دیوانه کننده. crap در واقع خودش به معنای مزخرف یا مثلا به معنای چیزای ناراحت کننده رو میده. surround به معنای دوروبره، مثلا میگه چیزایی که دوروبرمون رو احاطه کرده بهش میگن surround. Look at that thing right there. به اون چیزی که اونجاست نگاه کن. What the hell is that thing? اون چیه؟ چی بود اون؟ look at به معنای اینه که نگاه کن به. مثلا وقتی میخوای به چیزی اشاره کنی بگی نگاه کن بهش یا توجه کن بهش میگی look at that thing. به اون چیز نگاه کن. right there یعنی دقیقاً همونجاست یا دقیقاً اونجا قرار داره. What the hell is that? اون چی هست؟ اون چیزه چیه؟ What the hell is that thing? You think you're gonna see that kind of thing at school? You think you're gonna see that kind of thing at school. یعنی که فکر میکنی چیزی مثل اینو، چیزی شبیه به اینو توی مدرسه میبینی. You think you're gonna see یعنی فکر میکنی که میبینی. این همینجا از گانا یعنی اون going to استفاده کرده، یعنی که قراره ببینی یا میبینی. kind of thing یعنی برای اشاره به یه نوع خاصی استفاده میشه. میگه مثلا یه چیزی مثل اینو توی مدرسه میبینی. at school. school به معنای مدرسه است. Look at it just lumbering around. It doesn't even... It defies all logic, that thing. Look at it just lumbering around. میگه نگاه کن که چطور داره بی هدف آهسته داره این طرف و اون طرف میره. lumbering around یعنی بی هدف یا مثلا آهسته، حرکت آهسته و سنگین و مثلا بهش میگن lumbering around. خود لامبر اصلا به معنای چیزی که به آرومی، مثلا چیزی که بی هدف حرکت میکنن رو میگن lumber. around هم که به معنای اطراف دیگه. It defies all logic that think. یعنی اینکه این همه منطقو، یعنی کل منطقو زیر سوال میبره، داره نقضش میکنه. defies از فعل defy میاد. defy به معنای نقض کردن چیزیه. logic هم که به معنای منطق دیگه، میگه defies all logic یعنی کل منطق رو داره نقض میکنه. Yeah, Rick, I get it. We're surrounded by monsters. That's kind of the reason why I want to leave. یاریک I get it. I get it یعنی فهمیدم. حالا مثلا اگه میخوای بگی من نمیفهمم اینو یا متوجه نمیشم میتونی بگی I don't get it. یا مثلا اگه میخوای بگی که من دارم میفهمم که تو چی میگی میتونی بگی I get what you're saying. میفهمم که تو داری چی میگی. We are surrounded by monsters. یعنی ما توسط هیوله ها، monsters به معنای هیوله هاست، احاطه شدیم یا مثلا گیر افتادیم. surrounded به معنای احاطه شده است، چون این الان مثلا برای فعل گذشته است دیگه، ایدی داره شده گذشته. surround یعنی احاطه شدن. پس چی شد وقتی میخوای بگی مثلا ما توسط یه چیزی احاطه شدیم یا مثلا توی این موقعیت گیر افتادیم، میتونی بگی که surrounded by. مثلا اگه بخوای بگی ما توسط خطر اصلا احاطه شدیم میگی we are surrounded by danger. ما توسط خطر احاطه شدیم. That's kind of the reason why I want to leave. یعنی این تقریبا همون دلیلیه که من میخوام ترک کنم اینجا رو یا مثلا من میخوام برم. kind of اینجا مثلا استفاده شده که بخواد بگه تقریبا یا یه جورایی این اون دلیل است. مثلا وقتی میخوای بگی یه جورایی یا مثلا تقریبا این چیز اتفاق افتاده باید بگی kind of. و the reason why یعنی اینکه دلیلیه که چرا میخوام، مثلا دلیلیه که میخوام برم. reason به معنای دلیله. Morty, you see this? Morty, you see this? Morty, اینو میبینی؟ You see what we just stumbled upon, Morty? Any idea what that is down there? You see what we just stumbled upon, Morty? یعنی میبینی که به چی برخورد کردیم؟ میبینی با چی مواجه شدیم؟ stumbled upon یعنی برخورد تصادفی داشتن با یه چیزی یا مثلا تصادفی یه چیزی رو دیدن میگن stumbled upon. upon که همون حرف اضافهش میشه مثلا به روی چیزی.
stumbled به معنای تصادفنه. Any idea what that is down there؟ یعنی اینکه هیچ ایده‌ای داری که اون پایین چیه؟ down there برای زمانی استفاده میشه مثلا شما روی بلندی وایسادید و دارید مثلا به کف دره نگاه میکنید، به یه جای پایین‌تر نگاه میکنی، میگی down there، یعنی مثلا اون پایین‌تر چیه؟ any idea هم که یعنی هیچ ایده‌ای داری که Mega trees? That's right, Morty, the mega trees. With the mega fruit on them. the mega trees، درختای قولاسا، درختای مگا، درختای بزرگ. That's right, Morty. The mega trees with the mega fruit on them. یعنی درسته مورتی. That's right. یعنی درسته مورتی. درختای بزرگ با میوه های بزرگ روی اونا. Fruit به معنای میوه است و on them یعنی مثلا روی اونا. And that's what I'm talking about, Morty. That's where my seeds are. If we would have done what you wanted, I would have never found them because... And that's what I'm talking about, Morty. یعنی اینکه و این همونیه که داشتم در موردش صحبت می‌کردم، مورتی. I'm talking about یعنی دارم در موردش صحبت می‌کنم. اینجا دوباره همین ساختارش رو میتونید ببینید دیگه. to be به علاوه ing یعنی چیزی که داره همین الان اتفاق میفته، زمان حال استمراریه. That's where my seeds are یعنی اینکه اونجاست که دونه های من هستن. وقتی شما مثلا از where یا مثلا what یا مثلا when از این کلمات استفاده میکنی وسط جمله یا مثلا اینا رو وسط جمله میبینید، اینا به معنای همون که رو میدن، ولی چی جوری چه نوعی؟ وقتی شما داری در مورد زمان مثلا حرف میزنی باید از when استفاده کنی. مثلا میخوای بگی زمانی که من این کارو کردم، مثلا میگی که، برای اون که بعد بگی when. یا مثلا برای موقعی که در مورد مکان صحبت میکنی اون کش میشه where. یا در مورد چیزی میخوای صحبت کنی اون کش میشه what. If we would have done what you want یعنی اگر اون کاریو که تو میخواستی رو انجام داده بودیم، I would have never have found them هیچ وقت اونا رو پیدا نمی کردم. چون اینا از جملات شرطیه، به این مثلا میگن جمله شرطی نوع 3. وقتی مثلا از would have استفاده شده اینا جمله شرطی نوع 3. شرطیش هم از کجا میفهمیم؟ از اون if اول جمله که آورده. If we would have done یعنی اینکه اگر اون کار انجام میدادیم. توی جملات شرطی نوع 3 یا مثلا کلا جملات شرطی اون اول جمله توی اون شرطه هر جوری که اون ساختار بیاد، یعنی مثلا have به علاوه past participle، شکل دومش هم همون میاد. مثلا if I had known I would have helped you اگه من میدونستم بهت کمک میکردم. Because you're so in love with school. All right. So what's so special about these seeds anyways? Because you're so in love with school. چون تو اینقدر به مدرسه علاقه داری، اینقدر مدرسه رو دوست داری. Alright یعنی باشه. به جای alright مثلا میتونید از okay یا fine استفاده کنی. So what's so special about these seeds anyways؟ خب این دونه ها چطوری اینقدر خاصن، اینقدر اسپشیالن؟ اسپشیال به معنای خاصه. وقتی میخواید مثلا شما بگید که چطوری اینقدر خاصه، باید از what's so special about استفاده کنیم. مثلا میخوای بگید چطوری این فیلم اینقدر خاصه، میگی what's so special about this movie. چطوری این فیلم اینقدر خاصه. You ask a lot of questions, Morty. Not very charismatic. It makes you kind of underfoot figure. You ask a lot of questions, مورتی. خیلی سوال میپرسی مورتی. سوالای زیادی میپرسی مورتی. Not very charismatic. charismatic همون کاریزماتیک خودمونه. یعنی میگه خیلی جذاب نیست، خیلی کاریزماتیک نیست. It makes you kind of an underfoot figure. یعنی اینکه این باعث میشه که یه شخصیت زیر دست باشی همیشه. Underfoot به معنای لغویش مثلا میشه زیر پا. ولی برای مثلا کسی به کار میره که موقعیت اجتماعی پایین تری داشته باشه بهش میگن مثلا underfoot. figure به معنای شخصیت یا مثلا فرده بهش میگن figure. Just take these shoes, Morty. They're special grappling shoes.
Just take these shoes مورتی، یعنی فقط این کفشا رو بردار مورتی. take به معنای برداشتن یا گرفتنه. shoes هم که به معنای کفشاست، چون دو جفته میگن shoes. They're special grappling shoes، یعنی اینکه این کفشا مخصوص گرپلینگه. گرپلینگ به معنای کشتی گرفتن یا مثلا دست و پا زدن رو میگن گرپلینگ. When you're wearing these things, these babies, When you're wearing these things، یعنی وقتی این چیزها رو بپوشی. These babies، این بچه ها رو. اینجا هم باز دوباره زمانش برای حال استمراریه، چیزی که داره اتفاق میفته. You're wearing یعنی are به علاوه ing، to be به علاوه ing، دوباره زمان حال استمراریه. Babies به معنای بچه هاست دیگه، مثلا برای شوخی میگه این بچه ها، کفش ها مثل بچه هاش میمونن. you can basically just walk on any surface you want, Morty. Up, down, below, turn around to the left. These things really bring it all together. You can basically just walk on any surface you want, Morty. یعنی تو اساساً basically یعنی اساساً میتونی که هر سطحی که میخوای راه بری. پس چی شد؟ basically یعنی عملاً یا مثلا اساساً. surface به معنای سطح، میگه مثلا any surface یعنی هر سطحی که مثلا you want، تو بخوای میتونی که توش راه بری. up, down, below, turn around to the left، یعنی بالا، پایین، بچرخی مثلا به چپ. فرق بین down با below اینه که down به معنای پایینه، یعنی مثلا جهت پایین، ولی below به معنای زیر چیزیه، یعنی منظورش اینه که مثلا میتونی زیر سنگا یا مثلا زیر صخره‌ها هم میتونی راه بری باهاش. turn around to the left یعنی بچرخی که به چپ بچرخی. These things really bring it all together، یعنی این چیزا همه چی رو با هم جمع میکنن، همه چی رو کامل میکنن. Bring it all together یعنی همه چیز رو کامل کردن یا مثلا با هم مچش کردن، میگن bring it all together. Bring خودش به معنای آوردنه. All together یعنی همه با هم. You have to turn them on, Morty. The shoes have to be turned on. You have to turn them on, Morty. باید اونا رو روشن کنی مورتی. Turn on به معنای روشن کردنه. و وقتی میگه turn them on یعنی اونها رو روشن کنی. The shoes have to be turned down یعنی این کفشا باید روشن بشن. have to هم که قبلا بهتون گفتم have to, got to اینا یعنی باید، یه بایدی که اجباره، ضروریه رو مثلا میگن have to, got to. I'm not putting my father in a home. یعنی من پدرمو به خونه سالمندان نمیفرستم. Putting یعنی گذاشتن، قرار دادن یا فرستادن رو میگن put. He just came back into my life and you He just came back into my life. یعنی اون تازه به زندگی من برگشته. Came back به معنای برگشتن برای زمان گذشته است، ولی گذشته ساده است اینجا. want to grab him and stuff him under a mattress like last month's Victoria's Secret? And you want to grab him and stuff him under a mattress like last month's Victoria's Secret. یعنی اینکه تو میخوای بندازیش زیر دوشک مثل لباسای ویکتوریا سیکرتی که مثلا ماه گذشته گرفتیم. Want to یعنی اینکه مثلا میخوای این کار انجام بدی، مثلا قصد داری که این کار انجام بدی. Grab به معنای گرفتنه یا مثلا به زور برداشتن چیزی رو میگن grab. Stuff him under a mattress. Stuff خودش به معنای اینه که مثلا چیزی رو به زور جایی میخوای بذاری بهش میگن stuff. یعنی میگه مثلا تو اونو میخوای به زور بذاری زیر دوشک. Mattress به معنای دوشکه. I told you I was ordering you something for Valentine's Day. I told you I was ordering you something for Valentine's Day. یعنی بهت گفتم که داشتم برات یه چیزی برای روز ولنتاین سفارش میدادم. I told you یعنی من بهت گفتم. I was ordering. Ordering به معنای سفارش دادن یا order دادن میشه سفارش دادن.
was ordering هم که خب برای زمان گذشته استمراریه دیگه، یعنی چیزی که در زمان گذشته داشته اتفاق می افتاده. Something یعنی چیزی for Valentine's Day. Valentine's Day هم که یعنی روز ولنتاین. More importantly, your father is a horrible influence on our son. More importantly, your father is a horrible influence on our son. یعنی مهمتر از اون اینه که پدرت یه تأثیر وحشتناکی، تأثیر بدی روی پسرمون داره. More importantly یعنی اینکه این یه چیز مهمتریه، یعنی مهمتر از همه. Your father is یعنی پدر تو هستش a horrible influence on our son. تأثیر بد روی پسر ما داره. Horrible به معنای وحشتناک یا بده. Influence به معنای تأثیره، به معنای اون اثره. Everything cool in here, Beth? It's fine, Davin. Okay, cool. Everything cool in here, Beth. یعنی همه چیز اینجا خوبه، Beth. Cool همون غیر رسمی تر اوکیه. در واقع این همون اوکی مصرف میشه دیگه. Everything is okay, everything is cool. Is everything cool یعنی همه چی اینجا خوبه، همه چی اینجا اوکیه. It's fun, Devin. یعنی همه چیز اینجا خوبه. Fine که به معنای خوب، اوکیه. Okay, cool. باشه، خوبه. You know, we did something great today. There's nothing more noble and free than the heart of a horse. You know, we did something great today. یعنی میدونی ما امروز یه کار خیلی خوب، یه کار خیلی عالی انجام دادیم. Great که به معنای خوب و عالیه. دیدم گذشته شکل دوه. There is nothing more noble and free than the heart of a horse. یعنی هیچ چیز شریفتر، هیچ چیز بهتر و آزادتر از قلب یه اسب نیست. There is nothing more اینو برای مقایسه استفاده میکنه. میگه هیچ چیزی نیست بیشتر، یا مثلا حالا دیگه نگفته more چی. More noble and free. Noble به معنای باشکوهه. Free هم که به معنای آزاده. و heart هم که به معنای قلب و horse هم به معنای اسبه. Since we're fighting, if you ever have an affair with that guy, Since you're fighting چون داریم دعوا میکنیم. If you ever have an affair with that guy یعنی اگر با اون پسر رابطه داشته باشی، اگر با اون پسر ارتباطی داشته باشی. if که میاد اول هر جمله‌ای یعنی اون جمله قرار شرطی باشه، میخواد اون جمله رو شرطی بکنه. و بهتونم گفتم جملات شرطی 3 نوعن کلن. شرطی نوع 1، نوع 2، نوع 3، 3 تان. این جمله الان شرطی آینده است، چون if و با ever آورده برای یه شرط توی آینده داره لحاظ میکنه اینو. affair به معنای رابطه میشه. I will come to the hotel room and blow my brains out all over your naked bodies. I will come to the hotel room یعنی من میام به اتاق هتلتون and blow my brains out all over your naked bodies و مغزمو جلوی بدن برهنتون متلاشی میکنم. blow out به معنای ترکیدن یا منفجر شدنه، یا معنای متلاشی کردن هم میده. ببینید blow با هر حرف اضافه‌ای معنیش فرق میکنه. مثلا اینجا با blow out اومده به معنای ترکیدنه. مثلا ما blow up داریم. blow up به معنای منفجر شدن، یا مثلا به معنای عصبانی کردن یه نفر تا حد خیلی زیاد، و مثلا میگن blow up. blow by داریم. blow by به معنای باد کردنه. Look, I appreciate the stress you're under, but Look, I appreciate the stress you're under. یعنی این که ببین من درک میکنم اون استرسیو که تو تحتش هستی، یا تو مثلا زیر اون استرسی، من درک میکنم اون استرسو. appreciate یعنی درک کردن یا احساس کردن یا حتی تشکر کردن هم معنی میده. appreciate. under stress یعنی تحت فشار بودن، تحت نگرانی بودن، یه جوری مثلا زیر فشار بودن رو میگن under stress. he was having trouble in school way before my dad moved in. And the only influence I can see Rick having is that for the first time in his life. But Morty was having trouble in school way before my dad moved in. میگه اما مورتی قبل از اینکه پدر من بیادم تو مدرسه مشکل داشت. Was having trouble دوباره همون ساختار گذشته استمراریه، چیزی که توی گذشته در حال جریان بوده، داشته اتفاق میفته.
way before یعنی اینکه به معنای خیلی قبلتر هم همینطوری بوده. And the only influence I can see Rick having is that. و تنها تأثیری که میتونم ببینم روی ریک داشته اینه که حالا بریم ببینیم چیه. Morty has a friend. For the first time in his life, Morty has a friend. یعنی برای اولین بار توی زندگیش مورتی یه دوست پیدا کرده، یه دوست داره. حالا یه بارم کلماتش رو با هم دیگه دوباره بررسی کنیم. Influence به معنای تأثیر، school به معنای مدرسه، trouble به معنای مشکل و under stress به معنای زیر بار فشار بودن، appreciate به معنای قدردانی کردن یا مثلا به معنای درک کردن و friend هم به معنای دوست. Maybe you're right. Yeah, maybe I am. Well, maybe you're right. خب شاید حق با توه. Maybe به معنای شایده. یا maybe I am. آره شاید منم، شاید حق با منه. My father's daughter. I'm smart. Why do you think I'm a heart surgeon? Heart surgeon. I'm my father's daughter. I'm smart. من دختر پدرمم. من باهوشم. Smart به معنای باهوش. Daughter به معنای دختر. و father هم که به معنای پدر دیگه. Why do you think I'm a heart surgeon? چرا فکر میکنی من جراح قلبم؟ فکر میکنی چرا من جراح قلبم؟ Heart به معنای قلب. Surgeon به معنای جراح. Horse heart surgeon یعنی جراح قلب اسب. Hello? Mrs. Smith, this is Principal Vagina. No relation. This is Principal Vagina. No relation. یعنی اینکه من مدیر وجاینا هستم. هیچ ربطی هم نداره. اینو به خاطر کلمه وجاینا میگه. وجاینا یه معنی دیگه هم میده توی زبان انگلیسی. حالا Principal به معنای مدیره. Relation به معنای ارتباط یا ربط میشه. I wonder if you and Morty's father might be able to have a chat with me this afternoon. I wonder if you and Morty's father might be able to have a chat with me this afternoon. یعنی اینکه نمیدونم که شما و پدر مورتی میتونید امروز بعد از ظهر با من چت کنید، با من حرف بزنید. وقتی گفته که I wonder یعنی اینکه من تعجب میکنم یا مثلا من کنجکاوم بدونم که میشه این اتفاق بیفته یا نه. وقتی میخوای شما یه سوالی رو مطرح بکنی اولش میتونی از I wonder مثلا استفاده کنی، بگی تعجب میکنم اگه این اتفاق بیفته، من خیلی دلم میخواد بدونم این اتفاق میفته یا نه. Wonder به معنای تعجبه. Might به معنای ممکن و be able to به معنای تونستن برای انجام یک کاریه. مثلا اینجا گفته be able to chat یعنی که میتونید با من صحبت کنید. Morty, you really did a number on your legs right now. Morty, you really did a number on your legs right now. یعنی تو واقعا یه پاهاتو داغون کردی، پاهاتو نابودش کردی. You really did a number on یعنی اینکه یه چیزی رو نابود کردن. Right now هم که یعنی همین الان یا در حال حاضر. You gotta turn the shoes on, Morty, for them to work. You know you got to turn the shoes on, Morty, for them to work. یعنی میدونی تو باید کفشا رو روشن کنی تا کار بکنن. Got to به معنای بایده. Turn the shoes on یعنی که کفشا رو روشن کنی. Turn on به معنای روشن کردنه. Yeah, look, I turned mine on. I had no problem getting down here. It was a leisurely breeze. Yeah, look, I turned mine on. I had no problem getting down here. آره ببین که من روشنشون کردم مال خودمو و هیچ مشکلی هم نداشتم برای اینکه بیام این پایین. Problem به معنی مشکله. I had no problem یعنی که هیچ مشکلی نداشتم. Getting down here یعنی اینکه بیام این پایین تا برسم این پایین. It was a leisurely breeze یعنی اینکه مثل یه نسیم آرومی بود، مثل یه نسیم ملایم بود. Leisurely به معنای آروم و ملایمه و breeze به معنای نسیمه. A lot of pain, Rick. Yeah, I can see that. I'm in a lot of pain, Rick. یعنی من خیلی درد دارم، ریک. من توی درد زیادی هستم.
pain به معنای درده. Yeah, I can see that. یعنی که آره میتونم ببینمش. But do you think you'll still be able to help me collect my seeds, Morty? But do you think you'll still be able to help me collect my seeds now? یعنی فکر میکنی که هنوزم میتونی بهم کمک کنی که دونه هامو جمع کنم؟ Be able to یه بارم تو جمله قبلی گفتیم. Be able to به معنی توانستنه، به معنی اینکه میتونی یه کار انجام بدی. You'll به معنی همون you willه، یعنی will مخفف شده you'll. Still به معنی هنوزه. Help به معنی کمک کردن. Collect به معنی جمع کردن و seeds هم به معنی دونه هاست. Are you kidding me? That's it, Rick. That's the last straw. Are you kidding me? داری شوخی میکنی؟ Kidding به معنی شوخی کردنه. That's it, Rick. همینطوره ریک. That's the last straw. یعنی دیگه داشتم به آخر حد میرسیدم. Straw یه استعاره است. به معنی این که مثلا یه نفر به حد انفجار میرسه میگه دیگه من طاقت ندارم. به اونجا میگن straw. I can't believe this. I'm sitting here with both of my legs broken. I can't believe this. یعنی اینکه نمیتونم اینو باور کنم. Believe به معنی ایمان یا باوره. I'm sitting here with both of my legs broken. یعنی من اینجا نشستم و هر دوتا پام شکسته. زمان این جمله رو اگه بهش دقت کنید برای زمان حال استمراریه. چرا؟ چون to be دوباره با ing اومده. I'm sitting here. یعنی من اینجا نشستم. With both of my legs broken. یعنی با دوتا پای شکستم. Both of یعنی دوتا. Both یعنی دو. My legs یعنی پاهام. Broken به معنی شکسته. You're still asking me about getting those seeds? Oh, ow, ow. And you're still asking me about getting those seeds. و تو هنوز داری در مورد اون دونه ها، در مورد به دست آوردن اون دونه ها ازم سوال میپرسی؟ باز دوباره اینجا جمله برای زمان حال استمراریه. چرا؟ چون دوباره to be you are asking با ing اومده. asking هم که به معنی سوال پرسیدنه دیگه، به معنی پرسش کردنه. getting به معنی دریافت کردن یا به دست آوردنه. those seeds یعنی اون دونه ها. You're a monster. You're like Hitler, but even Hitler cared about Germany or something. You're a monster. تو یه هیولایی. monster به معنی هیولا. You're like Hitler یعنی تو مثل هیتلری. But even Hitler cared about Germany or something. اما حتی هیتلر هم به آلمانی ها اهمیت میداد یا مثلا چیز دیگه ای. یعنی منظورش اینه تو از هیتلر هم حتی بدتری. هیتلر به آلمانی ها یا چیزهای دیگه ای داشت اهمیت میداد ولی تو حتی به اونا هم اهمیت نمیدی. cared فعل گذشته همون care. care به معنای اهمیت دادن یا مثلا مراقبت کردن میشه. Germany به معنای آلمان هاست. Something به معنای چیزایی و even به معنای حتی. Okay, hold on just a second, Morty. Okay, hold on just a second, Morty. یعنی باشه فقط یه ثانیه صبر کن مورتی. Hold on یعنی صبر کن. Second به معنای ثانیه است. خیلی ممنونم که پارت 5 رو هم تا آخر با ما تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و همچنین بتونید لغات جدیدی رو یاد گرفته باشید و این کمکی کرده باشه بهتون برای پیشرفتتون و امیدوارم که با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کنید تا یه انرژی هم به ما داده باشید. پس فعلا پیس اوت.